خدایا شکرت، بالاخره فصل انار تموم شد. از دست این اناردون کردنهای مادرمون راحت شدیم. اومد اون سرشو بگی بذار پاک میخوام نارنج آب بگیرم. بذار بگیر. خدا من نارنج آب بذار به چاقو بگیر نارنج آب بگیریم با هم. خدایا چرا سنگین بیه. دوست دیگه از اینا هستش بابایی نمیاره. خب بابایی کمک کنه. یه 2 روزم در سال به خودت استراحت بده مامان، محض رضای خدا. تو این خونه استراحت ممنوعه پسر. فصل آب نارنج تموم بشه تازه میریم سمت بهار نارنج. همینجوری میریم جلو. استراحت بده. تازه چی بابا بزرگ 20 تا کیسه دیگه داره میاره. 20 تا کیسه دیگه؟ 20 تا کیسه دیگه. چه خبر مامان به محل میخوام نارنج بده مگه؟ دیگه تو محل معروفم به چی؟ لیلا ساقی آب نارنج. اینا همه معروف دست من نگاه میکنن. آب نارنج آقا شد یا نه؟ الان میری کجا میری تو محل چرخ میگیری تمامه. 1.5 جمع میکنی واسه مامانی میاری. فقط 1.5. میگه مامانی 1.5 خوشی میاد به همه گفت. 1.5 خالی از کجا بده؟ حالا تو برو محل همه جمع کردن واسه من. تو چیکار از چند ماه پیش واسه من جمع کردن. میری میگیری میاری مامانی باید همه 1.5 رو پر کنه. باز اصلا من خود نکنه. جای بیرون نمیری. فوتبال تعطیل، بازی تعطیل، فقط بیخ دست من میشینی میری کمک میکنی.